سلام به همگی. امروز می‌خوایم در مورد یه ایده خیلی بزرگ حرف بزنیم. تا حالا به این فکر کردین که چرا ما اینقدر تلاش می‌کنیم آینده رو پیش بینی کنیم، ولی تقریباً همیشه مخصوصاً در مورد اتفاقای بزرگ اشتباه می‌کنیم؟ ما عادت کردیم به گذشته نگاه کنیم و بگیم خب آینده هم همون شکلیه، اما آیا این روش واقعاً درسته یا فقط داره ما رو گول میزنه؟ ببینید این جمله از نسیم طالب نویسنده کتاب قوی سیاه دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. برای اینکه عمق این جمله رو درک کنیم، میخوام یه داستان خیلی ساده ولی فوق‌العاده مهم براتون تعریف کنم. فرض کنید یه بوقلمون داریم. برای 1000 روز متوالی هر روز صبح یه کشاورز میاد بهش آب و دونه میده، ازش مراقبت میکنه و هواشو داره. هر روز که این اتفاق تکرار میشه، اون بوقلمون بیشتر و بیشتر به این نتیجه میرسه که این کشاورز بهترین دوست منه و زندگی من کاملاً امن و امانه. از نگاه اون بوقلمون همه چیز عالیه. اون الان 1000 تا داده آماری داره که همشون یه چیز رو تایید میکنن. فردا هم مثل امروز و دیروز خواهد بود. از دید اون شواهد اونقدر قوی هستن که جای هیچ شکی باقی نمیمونه. اما در روز 1001 یه اتفاق کاملا غیر منتظره میفته. یه اتفاقی که تمام اون 1000 روز داده رو بی‌اعتبار میکنه. و همین غافلگیری تکان دهنده ما رو مستقیما به یه سوال خیلی اساسی در مورد خودمون میرسونه. سوال اینه: ما توی زندگی شخصیمون، توی سرمایه‌گذاری هامون یا حتی توی نگاهمون به اتفاقات دنیا چقدر شبیه اون بوقلمون هستیم؟ توی این برنامه میخوایم با کمک ایده های نسیم طالب دقیقاً همینو بررسی کنیم و ببینیم چطور میتونیم در برابر این غافلگیری های بزرگ مقاوم‌تر باشیم. خب اینم نقشه راهمون. اول میریم سراغ تعریف قوی سیاه، بعدش 2 تا دنیای کاملا متفاوت تصادفی بودن رو میشناسیم. بعد میبینیم چه نقاط کوری توی ذهن خودمون وجود داره. با رسوایی پیشبینی آشنا میشیم و آخر سر یه استراتژی عملی برای مقابله با این دنیای غیرقابل پیشبینی یاد میگیریم. خب بریم سراغ بخش اول. بیایید اول ببینیم این اتفاقی که برای بوقلمون داستان ما افتاد به طور رسمی اسمش چیه و چه مشخصاتی داره. ببینید قوی سیاه 3 تا ویژگی اصلی داره. اول اینکه یه اتفاق نادره، یه چیزیه که هیچ کس انتظارش رو نداره. دوم، وقتی اتفاق میفته تأثیرش فوق‌العاده بزرگه. و سوم که شاید از همه مهمتر باشه اینه که ما فقط بعد از اینکه اتفاق افتاد برمیگردیم و براش یه توضیح منطقی میسازیم. سوال اصلی اینه: چرا ما اینقدر در برابر این رویدادها آسیب پذیریم؟ جواب طالب به این سوال خیلی جالبه. اون میگه مشکل اینجاست که ما توی 2 تا دنیای کاملا متفاوت زندگی میکنیم، اما طوری رفتار میکنیم انگار فقط یه دنیا وجود داره و همین باعث گیج شدن ما میشه. یه طرف دنیای به اسم میدیوکریستان، این دنیا دنیای میانگیناست. اتفاقات خیلی شدید و ناگهانی توش نمیفته. مثلا قد و وزن آدم‌ها. اگه قد بلندترین آدم دنیا رو هم به یه اتاق 1000 نفره اضافه کنید، میانگین قد خیلی تغییر نمیکنه. اما طرف دیگه دنیای اکستریمیستان قرار داره. اینجا دنیای افراطاست. یه اتفاق کوچیک میتونه همه چیز رو زیر و رو کنه، مثلا ثروت یا فروش کتاب. این جدول تفاوت‌ها رو خیلی خوب نشون میده. توی میدیوکریستان میانگین همه چیزه و دنیا قابل پیشبینیه، اما توی اکستریمیستان میانگین تقریباً بی‌معنیه و یه اتفاق استثنایی میتونه کل بازی رو عوض کنه. مشکل اصلی دقیقاً اینجاست. ما با ابزارهای میدیوکریستان، یعنی با نگاه به میانگین‌ها، سعی می‌کنیم دنیای اکستریمیستان رو تحلیل کنیم و خب مشخصه که جواب نمیده. ولی صبر کنید. ماجرا فقط به ابزارهای اشتباه ختم نمیشه. مشکل از این هم عمیق‌تره. انگار مغز خود ما هم یه جورایی طراحی شده که این قوهای سیاه رو نبینه و نادیده بگیره. چطوری؟ فکر کنید ما همیشه به کیا نگاه میکنیم؟ به آدمای موفق، به ورزشکارای قهرمان، به کارآفرینای میلیاردر، به نویسنده‌های پرفروش. ما زندگی این آدما رو مطالعه میکنیم و سعی میکنیم یه فرمول جادویی برای موفقیت از توش در بیاریم. اما چیزی که نمیبینیم اون قبرستون بزرگ از آدمهای شکست خورده است. به ازای هر نویسنده موفقی که میشناسیم، هزاران نویسنده دیگه هستن که کتابشون هیچ وقت چاپ نشده و ما اصلاً داستانشون رو نمیشنویم. طالب به این میگه سوگیری شواهد خاموش. ما فقط صدای برنده ها رو میشنویم و این باعث میشه درکمون از واقعیت، شانس و ریسک کاملاً اشتباه باشه. یه مشکل ذاتی دیگه هم داریم. مغز ما عاشق داستانه.
خیلی راحت‌تره که برای هر اتفاقی یه داستان سر راست علت و معلولی بسازیم تا اینکه قبول کنیم خیلی از چیزا توی دنیا پیچیده و شانسی هستن. این تمایل به داستان سرایی باعث میشه ما گول توضیحات ساده انگارانه رو بخوریم و واقعیت پیچیده رو نبینیم. خب با این همه نقطه کور ذهنی ما معمولاً برای اینکه آینده رو بفهمیم به کی پناه میبریم؟ درست دارید، به متخصص‌ها، اقتصاددان‌ها، تحلیلگرای سیاسی، مشاورای مالی. طالب یه حرف تند و تیز در مورد متخصصا داره. میگه مشکل اصلیشون اینه که نمیدونن که چی رو نمیدونن. اعتماد به نفسشون توی پیشبینی کردن سر به فلک میکشه، ولی دقت پیشبینی هاشون. خب بذارید یه آمار جالب بهتون بگم. فقط 45%. یعنی وقتی یه متخصص میگه من 95% مطمئنم که فلان اتفاق میفته، در واقع بیشتر از نصف مواقع داره اشتباه میکنه. فکرش رو بکنید. البته اونا توی پیشبینی اتفاقات عادی و معمولی خوبن، ولی وقتی پای قوهای سیاه وسط میاد، یعنی همون اتفاقاتی که واقعاً مهمن، عملکردشون فاجعه باره. و این یعنی چی؟ یعنی یه متخصص میتونه یه عمر پیشبینی‌های درست و جزئی انجام بده، اما فقط با یه دونه قوی سیاهی که از دستش در میره کل کارنامش بی‌ارزش میشه. خب حالا که فهمیدیم پیشبینی انقدر بیفایده است، پس باید چیکار کنیم؟ دست رو دست بذاریم؟ اینجاست که طالب یه راهکار خیلی هوشمندانه رو مطرح میکنه. یه استراتژی برای زندگی کردن و حتی موفق شدن توی دنیایی که پر از عدم قطعیت بدون اینکه به پیشبینی‌های ناقص تکیه کنیم. ببینید، بیشتر ما سعی میکنیم یه جای وسط ریسک وایستیم. نه خیلی امن، نه خیلی خطرناک. طالب میگه این بدترین جای ممکنه، چون ریسک‌های پنهان دقیقاً همینجا قایم شدن. به جاش اون استراتژی هالتر رو پیشنهاد میده. این به معنی ریسک نکردن نیست، بلکه یعنی هوشمندانه ریسک کردن. بیایید ببینیم چطوری کار میکنه. ایده خیلی ساده و در عین حال قدرتمنده. مثل یه هالتر ورزشی که 2 تا وزنه در 2 طرفش داره و وسطش خالیه. شما هم همین کار رو با منابقتون میکنید. بخش خیلی بزرگش، مثلا 85 تا 90% رو میذارید توی امن‌ترین جای ممکن تا در برابر قوهای سیاه منفی و ویرانگر بیمه باشید. بعد اون 10-15% باقی مونده رو چی؟ اون رو پخش میکنید بین کلی گزینه فوق‌العاده پر ریسک ولی با پتانسیل سود خیلی خیلی بالا تا شانس برخورد با یه قوهای سیاه مثبت رو داشته باشید. پس حرف آخر و نکته کلیدی اینه: اینقدر خودتون رو درگیر حساب کتاب کردن احتمالات نکنید، چون نمیتونید. به جاش روی عواقب تمرکز کنید، یعنی روی چیزهایی که میتونید کنترلشون کنید. شما احتمال وقوع زلزله رو نمیدونید، ولی میدونید اگه بیاد چی میشه. پس میتونید خونتون رو ضد زلزله بسازید. این یعنی تمرکز روی عواقب، نه احتمالات ناشناخته. و این ما رو به یه سوال مهم برای خودمون میرسونه. یه سوال سخت ولی ضروری. اون قوی سیاه توی زندگی شخصی، کاری یا دنیای شما چیه؟ اون اتفاق غیرمنتظره‌ای که اگه همین فردا بیفته شما مطلقاً براش آماده نیستید. فکر کردن بهش اولین و مهمترین قدمه برای اینکه توی این دنیای غیرقابل پیشبینی شبیه اون بوقلمون غافلگیر نشیم.